هون قدریا رادیو تازش مسکوی دکن سلاف و دمو بخیر به قدرین هجا رادیو تازه اند کار ببین تور اینترنت بوی ناونی شانه مالپرا ریا تازه نقطه کم ایرو شمیه دونزدی جتمهیه قدریا تنگو باسینگرینگ یم هفته بکن سرکومری ترکیه رجب طیب اردوغان اپراسیون ترکیه لشکری یا بنابی کانیا آشتیر سرجوی کردستانی دست بکرد. سرکومری ترکیه اردوغان پریتکی را گیاند. هزینمه ین چکدار پوان هنگیل گل ارتش بلی یا سوری الباکوری سوری هم بری رخستن تروری PKK YPG و داعش اپراسیون کانیا آشتیر دست بکرد. اردوغان هر وقت بشه آلمان جمع تکبرنا کوریدور تروری و آنین آشتی و آرامی بو نوچهیه. تمندمی دا هات را گیاندن فروکین ترکیه الازوانی سریکانی دفرن و دنگ تقینا نزیکی سریکانی تین بیستن. روژا پیشین یا یریش فروکین ترکیه 5 خال گریسپی بومب باران کرن. لنبر اگر دست بکن اپراسیون لشکری یا ترکیه و بیا خسر فرمانداریا گیشتی را گیاند و داخش همو پکاتاین روژاوای کردستانی کر برگری و روبروبون اپراسیون ترکیه ببن. هر وقت هزین سوری دموکراتیک و ریوبری خاصر هباوی روجب چند دخینین جدا بانک آمریکا و جواکا نودولتی کربون که ریل بر یریش ترکیه بکرن. هلی 5 جتمه دا هات زانی که ترکیه هزین خواه سینوری سوری کم کر ارتش ترکیه بری یریشی روژاوای کردستانی بکل سر سینوری روژاوای کردستانی را کت نوف تفگره که برفره اولگور زانیاریان سینوری نوچه کانیا خزالان اکچاکاله یا سر برهای و گلدکوه برانبر نوچه گریسپیل روژاوای کردستانی جبو توپخانه تانک و وسیعت زرهی چپر نو و بلند آواده کر ارتش ترکیه جل سر سینوری روژاوای کردستانی را کتوب نوا لف و تفگرین برفره ولاتین گریسپی و سریکانیش ترس مالی وان بین بومب باران کرن مالی خواب جید هیلن و کچ بردبن فروکین ترکیه F-16 از مانی حد باجارین گریسپی و سریکانی دفرن و جین جدا بومب باران دکن بیشتر هزین سوری دموکراتیک راگیان ده بود ترکیه دست بیریش باکوری روزلات سوری بکه دی کارسته که مروی دی رو بده هزین سوری دموکراتیک جدا زانین 25 فروکین ترکیه از مانی همو باجار و باجاروکن سینوری دفرن و بومب باران دکن جدرکی تایبرج نو باجاری دیریکا همکوی روژاوای کردستانی را گیاند فروکین ترکیه بندا و برزی یاد نو باجار دیریکی دا بومب باران کرد. فرمانداری گیشت یه حسده مظلوم بدیش کانال MBC آمریکی را گیاند یک شپرسا سرواسه وان اوه هفکاریب سروکی سوری بشر اسد رجبو روبروی ارتش ترکیه بکن اگر هات او ترکیه گفی خواب جی کرن ابدی دلگرانی خواه در بوری اگر دست بکن اپراسیون که لشکری جالی ترکیه و اشکره کرد و بانک لگل آمریکا کرد و افشاریل سروکی آمریکا دونالد ترامپ بکن جبو آلیکاری وان بکه او گود کسین با آمریکا شهر دایشی کرن ناب تنی روبروی شهرکی مزنده بن. اما جب ویژی کر پاراستونا زندانی که چکدارین دایشی تدانه نهاد خمه وان دویام داده اجبر که هزین وان نهاش بو روبروی ترکیه ببن برپسی نورواتین. بری که ترکیه دست بیریش سر روژاوای کردستانی بکه ورن ام بشوپینن کرونولوژیا بیارین وان روژوان چاوا چه دبون. کشکاسپی آمریکی پشتی پیوندی و تلفنی یا نابر سروکی آمریکای دونالد ترامپ و سرکومر ترکیه رجب طیب اردوغان که شب باری 6 جتمه هات انجام دان کشکاسپی داخلی دارا گیاند دمکی نزدیک دا ترکیه اپراسیون که سربازیل با کوری روزلات سوری دست پیدا که داخلی تکس کر هزین آمریکی پشتوانی و اپراسیونی ناکه و بجداری و اپراسیونی نابه نجی استنگیش با اپراسیونی چه ناکن هر وها هزین آمریکی جی پشتیش دابرنا دایشی دلوی حریمی نامینن دبشه که دنیا داخلی دو تیگوتن هر وقت ترکیه برپرس دبلن بروان چکدارین دایشی که 2 سالین بهری دل نوچه هاتن اگرتن اف داخلین آمریکای پشتی روزه کهش داخلین سرکوبری ترکیه تن که راگیان دبو پلان اپراسیون لشکری هاتیه داین و دمک نزدیک داده دست اپراسیون که ازمانی و بجای روزنات افراطی بکه اردوغان گفت جی من بیجید نو دا شجم افراطی حتی سینوری عراق بکروی 30 کیلومترن اوی هریمه که اولاد دروس بکن و 1 میلیون بنابران دوری نو و 1 میلیون جی دوری نو بگیشت اوی 2 میلیون کچبران وی داری بجی بکن. پشتی داخلی کشکاسپی هزین آمریکی پیمانی و نودولتی هفته ایلونی بربانکی هزین خواه جبنگین خواهیم سرکانی و گریسپی وکشاندن. افگاوا هف پیمانی و نودولتی دمکی دای کشکاسپی آمریکی را گیاند ترکیه بنیازه دمکی نزدیک دا اپراسیون لشکری با کوری سوری دست ببکه و هزین آمریکی جلوی حریمی نامینن.
پشتی بریار کشکسپیا درباره اپراسیونی تا دو روز باجار سرکانی روجوای کردستانی دژی بریار آمریکا یا بو وکشاندن هزین خو جدوری هروا اگر اپراسیون ترکی بو سر روجوای کردستانی نشتاجین باجار سرکانی یا سرپرزگاه هسکی و خو پیشاندانه کردن گفی ترکی بو سر روجوای کردستانی ننونه لی بدنگ بونو آمریکا لمبر اپراسیونی دلگرانی که زیدل بول نشتاجین روجوای کردستانی چه کریه بری یریش ترکیه سر و جوای ریبری خاصر حشیاری ده اوراد گینه اگر ترکیه یریش دوریم وام بکن دی نوچه راستی تبلوی مزن به او دایجی دیش کنترلی درکبه دسته کاروبارین جواکی و دسته کاروبارین کوچبرین یا سر ریبری خاصر و داخینی که بهش بلاف کروتی دا حشیاری شر یریش که ترکیه سر دورین با کوری رجلات سوری دا داخینی دا هاتیه گوتن دم شر دجی دایش الباخوزی هزارن چکدارین دایشی و مالبتن با خا را دستی حسیده کرنه او کامپ هولی هاتم چیکرن که بوی مزنترین و مترسترین کامپ لرجلات نوین داخلی اشکره دکه گور آمارین داوی فرمی هفته 1000 و 658 کچبر و کامپ هولی هنه جی 3800 نوت گز ایراقینه 3013 چرده گز کچبرین سورینه و 10405 گز بیانینه و هر یری شکل سردورین باکور و رجلات سوری دایش دیجاره که دخوا بریخستن بکه و دی تبلوی زیده بکه و اوی نکاربن کنترل رفشی بکن برپرسی نوند راگیاندن هزین سوری دموکراتیک مصطفی بالی دیار کرد که بو اگر اپراسیون که لشکری ترکی بو سر روجوای کردستانی کتن آمده باشی و گوت افدی همو در فتح خواه برسی و یریش ترکیه بدن ریبریا خاصر یا روجوای کردستانی بانک دولت یک بوی آمریکای نتوان یک بوی او یکتی اروپای کرد که پیشا یریش ترکیه دژی روجوای کردستانی بکرن سروکی آمریکای دونالد ترامپ جد درباره بیار و پیشتاین کردای روجوای کردستانی و وکشینا هزین آمریکای سوری دا سر تویتر دو هلوست جدا نشان دا ترامپ دست پیکی را گیاند امدیج به شر بیواته و بیداوی بینه در و کرجی بی برانبر شر نکره و ما گلک پره و چک دا روان دا تویتر خوایا نو دا دونالد ترامپ هلوست که نو دا تکلداری اگر گیریش ترکی بو سر روجوای کردستانی نشان دا و حشاری دا ترکی کشتینوری خواه در نکوه ترامپ گوت از دی آبوری ترکیه ویران بکم اگر کل گل زنبون من یا مزن و بمینو کلو نگره و سیدوری خواه درکبه سروکی آمریکای تویتر خواه دارا گیاند وکشین و هزین آمریکی سوری نای و تای کردی دست کردان بردن یریش ترکی سر روجوای کردستانی کارمندان تند پشت خواه آنین کاندیداتا بری یا سرکتی آمریکا هیلاری کلینتون درباره بریار آمریکا یا ریدانا یریش ترکی بو سر روجوای کردستانی گفت بریار وی خیانت لمبر کردان و سونداوی یا سایی کلینتون سر حساب خواه تویتری را کیاند اگر سروک دونالد ترامپ سروکین زوردار ین ترکی روسی لمبر پیمانین مین دلسوس و برجوادین تایبت ین آمریکای را وسته بریار وی خیانت لمبر کردان و سونداوی یا سایی آلی کدن بایلوزا بری یا آمریکای نتوان یگرتی نیکی هلایشی به تک خالم بری بریار سروکی آمریکای دا نشان دا او گود کد به افرتم پشتوانین هفپیمانین خوابن اگرم دخواستن که اف پشتوان مهبن کرد رولا که چالاک شرمه سرکفت یلدجی دایشی دا هبون ترکاندن آوان هلم برمرین ایشاشیه که مزنه سناتوری کمری آمریکا لیتسی گرام سرتورا جواکی توییت نویسیه گل ویه که ترکیه یریش کرداد که ام دخواست که اندام دیو ترکیه ناتوی ور سکناندن گوری سناتوری آمریکا که ترکیه یریش سوری بکه دی جزاین گران دجی انقری وره فرض کرن جبر که هیزن کرد آلیکاریا بیران کردن دولت اسلامی یا آمریکایی دکن سناتوری کمری آمریکای تفکره که اگر آمریکا دو شوال بندن کردان برده او را دست کرنا سوریه روسیه ایران و ترکیه را اسلامین رادیکال خورد بکه کنگرسمان و کساتین دیار یکماریان مارکو روبیو حشاریش کرنا کردان و سرلدان دایش بسدم بریارا درام داده روبیو آمجب ویه که کرد که کردین سوری دایش تکشکاندن اونها آمریکا پشتوان برده و دب وی سدم کرد وارن کرنش آلی ترکیه و اوی هر و گود که دم کرد بجولی روبروبون ترکیه ببن دب هزاران چکدارین دایشش گرتیگن درکبن و زیان بگینن دوری
هجمار که ولات اروپا که بشک شوان اندام دائمی انجمن آسایش ناو دولتینه داخواستش ترکیه که اپراسیون لشکری یا یک عالی بوسر رجوع کردستان راوستینه بریتانیا و فرانسه که اندام هرتم ین انجمن آسایش دولتینه گل آلمانیا بلژیکا پولند و استونیا دخینی که بهش بلاف کردن و تدا داخواست ترکیه کردن اپراسیون لشکری یا یک عالی بوسر باکوری سوری راوستینه دخینی گفت که اپراسیون لشکری دبک به سدم و پیفچون و آلوزیه کنو یا کوچبری بروکسل بانک الحمو آلیان دکه که پیفچون داوی ببن و سیویلان بپارزن یکتی اروپی ریز برجواندین ترکیه را نشان داد هر چند افشتراس که نلازمه که شهر سوری بشتر واره جارسر کردن بریتانیاش پلان ترکیه انجام دادن اپراسیون که لشکری سرجوی کردستانی دلگران و رادگینه اف پشتوانی اپراسیون ترکیه ناکن پیوداری بنوی سرکوزیر بریتانیا بوریس جونسون را گیاند لندن بردوامی ترکیه زلال بود که اپراسیون که تکالیل دوچه بکه دی رفشی تبله بکه و دی کدنش بوش نابرنا دایشی تک بده حکومت ایتالی بانک ترکیه دکه کزترین دم اپراسیون لشکری راوستینه وزیر دروایی ایتالی لویچی وایو راگیاند اپراسیون ترکیه باکوری سوری جبو حکومت ایتالی نای قبول کردن اوی راگیاند که اوی اپراسیون لشکری شرمزار دکن جبر کد پیش روشی دا همو اپراسیون لشکری ریل بل تروریستان ودکن کمرا چکی دلگرانی خود درباره مترسین گیریش ترکیه سر رجوع کردستان درباری و دهازده که پیوست اروپا بلس برسی و ترکیه بده و ولات اروپا بلس ریل بر سینورین ترکیه بگره و اپراسیون ترکیه دی به سدم و پیلک دن یا کوچبران بری خوابدن اروپای سرک وزیر چکی آندرش بابیس دخینی که رجدوانی دا راگیاند پیوست اروپا بلس برسی و ترکیه بده وزیر دروایی چکی توماس پیتلی چکل روپیل خیاطورا جواکی دلگرانی خیاش وکشینا هزین امریکی رجوع کردستانی بری او راگیاند اگر ترکیه گیریش بکه دی انجام ویل سر سیویلان بن و دی ریل بر اصوین جرسری سیاسی سوریه بگره جبر گیریش و یک عالی یا ترکیه سر رجوع کردستانی نروژ بریارده که شادون همود جورین چک و تقمانیان با ترکیه بده روستاندن پشت فینلاند نروژ دویامین ولات اروپای که شاندن و چکان با ترکیه دایه سکناندن او یک دمکی دایه که اولاد و ترکیه اندام ناتوینه وزیر دروایی سوئدی آنا لیند پیشمی را گیاند که سبی دخواست را گیاندن قدقه چک بود ترکیه دی بگینن پارلمانتوی سوئدی هر وقت دی دخواست بکن یکتی اروپا دور بیچال سر ترکیه بسپینه و یکمین قدقه فروتنا چک بود ترکیه وزیر دروایی سوئدی دستیشان که گر روز دوشنبه پارلمانتو پیشنهادی بپذیرینه همین روزیل سرنوی سوئدی دخواست دور بیچان امده بگینن یکتی اروپا آن لیند نه جتمه رخنل اپراسیون ترکیه هم بری رجوع کردستانی کربو و دم دست دخواست روستاندن اپراسیونی کربو سکرتاری گیشتی ناتو جنس ستولتنبرگ دبیجه که بانک ترکیه دکه خواه زفت بکه سکرتاری گیشتی هفبندی افدخیان جوینو چپمنی یا بجدا سرک وزیر ایتالیایی را الگوری ستولتنبرگ ترکیه بری اپراسیونی آگاداری جری خستنا پیمان اتلانتیکا با کورا دابو سرکوبری بری فرانس هلند کو پیوندین و یم باش گل کردن هنه او تا که سرک فرانس کو دو جران سردانا حولی کریه درباره گیریش ترکیه بو سرجوی کردستانی دبیجه نه تنی دیندارین کردانن ارکی سربل میه کو ام وان بپارزن هلند سریان بو جر سرکن رفش کردان نشان داده او دبیجه یکم اوکن نوچه آرام او وگراندن لشکرین امریکی دویم انجمن آسایش کو درباره داوین پیشات اپراسیون ترکیه دا کوم دبه دوی اگر ترکیه گیریش خبر دوام بکه یکتی اروپا راست دور بیچه بخسر ترکیه و سیام کرد هف پیمانی منه وان شری دایشی کر تمن دمی دو ترکیه انداما ناتویه چاوا ولاتا که که هف پیمانی میه یریش دکه سر هف بشکی سرکی یمه جبر و یکی لوی داری دوی پسر سر پیوندین ترکیه و ناتوی بین کرن و دوی اندامدیا ترکیه ناتوی بین سکناندن بردفکی کرملینی دمیتری پیسکوف سر اپراسیون که ترکیه خواه آمده ده که یریشی رجلات فراتی رجوع کردستانی بکه مرجن یک پرچماین سیاسی و عردی سوریه دانین بر ترکیه و گوت ام چلاکی ترکیه ینش بودا بین کرنا اولکاری خواه زانن و وان قبول دکن پیسکوف هروا را گیان امیوی دکن همکارین میین ترک تر رفش و مرجان دا گریدای وان شرطان بمینن
سروک مسعود بارزانی هلوست خو راگیان درباره رفش روجوای کردستانی و مترسین رودان شهر و یریش سربازی ارتش ترکی بو سرب کروجلات سوری و رجلات فراته د توییت که دا سروک بارزانی راگیان امش پیشاتن اوی داوی یا رفش روجوای کردستانی دلگرانن هر وا سروک بارزانی دا خواست کرد آمریکا و پیمانیا نو دولتی یا دژی تروری شبو پاراستنا گل کرد رولا خواب ببینن سر کریم کردستانی نیچیران بارزانی سرگیریش ترکیه سر روجوای کردستانی دا دخینیک به شانت و تدارا گیاند افش بو روستاندن شهر و نابینکاری آمدن و دنو هولدان دانه نیچیران بارزانی هر وا دخوش جواک آدم دلتی و کنسی ولکاری یا نتوای یک بوی کر جبو روستاندن شهر و پیکانین آشتی رول خوب بلیسن سرکمار عراق برهم سالش بو ریل برگرتن و داوی کردن ایریش ترکیه بو سر روجوای کردستانی پیوندیل گل هجبار که ولات عربی و جهانی پیکانین و دخواست کرد که هفت به داین اویریش بین روستاندن گور دخینیا نویزگاه سرکماری عراق سرکماری وی ولاتی برهم سال جبو گوتو بیش کردن ایریش ترکیه سر روجوای کردستانی بریا تلفنی پیوندیل گل هجبار که سرکن دولت عربی و جهانی پیکانین دخینی دوهاتیا گوتن برهم سال بریا تلفنی پیوندیل گل شاه اردن عبدالعزیز دویام سروک مصر عبدالفتاح السیسی شیخ محمد بن زاید یچنشین ابودابی وزیر درویه روسی سرگئی لاوروف و سکرتار گیشته کمیته ولایات عربی احمد ابو خید پیکانی ایران دخوش انقره دکه اپراسیون خال روجوای کردستانی روستینه و هزا خوا جوی دوری بکشینه وزارت درویه ایران دخینی که بلاف کری و تی دخوش ترکی دکه که گوهک بلز بویجه و اپراسیون خواه سربازی سر روجوای کردستانی بزرگترین دم روستینه هزین خواجی جوی والاتی بکشینه ایرانی راگیان تبی که اوش بترسین ترکی تدگیجن لی دوی ترکی اپراسیون خواه دوی نوچه روستینه الگوری قداری رویترسی سرکمری ترکیه گفت که دری اوروپیش بو بنابران وکه امی دری وکن و 3,600,000 کوچبر جوارا ری بکن وی گوت دم اوروپا ولات عربان اپراسیون لشکری ترکیه رخنه دکن افنه راستن اردوگان بیشه مافی اوروپای دین گلیب که جبرکو دموکراسی ولات وان کشت وی گوت جکل عربستان و سعودی برکو اف رخنه ترکیه بگرن گرک افنینی که دخوا بگرن سرکمری ترکیه برسی و سروکی آمریکای دونالد ترامپ ده اورادگینه ترکیه نه ولات کل گرگفان کار بکه روز چهارشنبه دونالد ترامپ سروکی آمریکای تریت که خود راگیان بو اگر اپراسیون ترکیه دژی رجلات فرات لسیدون کوی دیار کریه درباز ببه اف ابوریا ترکیه ده ایران بکه جگری سرکمری ترکیه فواد اکتایجی بنه راست برسی و بیگف ترامپ تو گوت ترکیه نه ولات کل گرگفان کار بکه اوی گوت ترکیه اپراسیون رجلات فرات هم شری پکی ده بکه همجی در فتا و گراندن کوچبران دی چیکه کنسیه ولکاری نتوانین هفگت لسرپرس سوری جویا و بریارا شرمزارکن ترکیش کنسیه در نکد در جوین دا امریکا و روسیا درباره ترکیه دا دنگ دان او دا خوازه ویتو کرن بسیدام ویتو یا هر دو دولتان نما کنسیه کاری اپراسیون کانیا آشتی یا ترکیه بو سر سوری شرمزار بکه در نکد وزیر درویه روسی سرگئی لاوروف کنفرانس که روزنامه‌نگاری ترکمنستانی درباره گیریش ترکیه با سر روجوای کردستان آخوی او گفت که ترکیه نگرانی رواهن درباره نوچین سینوری گفت لیبل نکارین باشی گل شامی و پرسگری که بخنه سر ماسه و مجار شالی آمریکا و پیمانیا نو دولتی هات آلوستر کردن وزیر درویه روسی اوجی دا کفشک و چند سال هشیاری دادن که آمریکا هفت دادن کردان دژی عربان کار بینن لاوروف درباره داوی کردن پرسگری دانستاندن و گوتو بیشتر و که باشترین ری بناف کرد و دخواست دست بکردن دانستاندن دنبال حکومت سوری و ترکیه گل کردن روجواد که لاوروف ترکیه راجی دخواست کرد برجواندین شامل برچاف بگره تبی بریار سروکی آمریکای درباره وکشاندن هزین خوش سوری شوا دشما بوری کارونه که آلی کارین سربازی ینو دربازی نوچین هزین سوری دموکرات بو روانگه سوریا مافین مروان بلاف کریش آلی هپیمانیا نادولتی و کارونه که آلی کارین سربازی ینو کش 8 بار هلگر اتومبیل سربازی پیکات بو نوچین حسدی هات نشاندن گور روانگهش دم کنترل کنن با خوزی و حیانها الف کاروان یا بیستنها یا آلی کاری یک هپیمانیا نادولتی بو حسدی شینه
نتوین یگرتی درباره اگر اپراسیون ترکیه بو سر روزوای دا راگیاند ام آماده کاریان شرف شهری خراب را دکن هر و هاتیه گفتن اگر ترکیه اپراسیون که لشکری انجام بدهش بو ریل برگرتن کچبربونو سیویلن با کوری سوری ام بانک آلیان دکن نتوین یگرتی درباره نوچین آرام دا خودی ازمونه که ایشه برپرسی نتوان یگرتش میدیایی را راگیان دیه اپلونه که هوار چونش بو خلقی که دیش جی و واری خوبن آمده دکن و دیار کریه اگر لازم به دوی آلیکاری قط و درمانان بکرن دبر دوامی یریش ترکیه بو سر جوای کردستان الباجاری قاموش لو زاروک کی جانی خوش دست دا و زاروک او جنک جبرین دار بون اف زاروک کرکو جان خوش دست دا 19 سالی بویه و زاروک کچ کو برین دار بویه اف جی 7 سالی بویه هر و الگور زانیاریان جی بویاری تو بارانی دا جنک 6 سالی کو دستما وی هیچ نه ات زانین جانی خوش دست دا او کروی 35 سالی جی گرانی برین دار بوده یک فرماندار حزب سوری دموکراتیک آمد آموده دستپیکو یریش ترکیه یا سرجوی کردستانی دا آگاهدارین شری نابروان و چکدار و لشکر ناتش ترکیه اشکره کرد فرماندار حزب راگیان گریسپی 5 تانکین دولت ترک هاتنه رو خواندن و 5 چته هاتنه کشتن در بیسی خالک لشکری و وسایتی که به پالیت هاتنه رو خواندن و 6 بالا فرجی هاتنه خستن آژانس آنادول ترکیه بلاف کریه میلیشیای هپیمانی ترکیه دست بسر گندن در دور گریسپی و سریکانی را گرتنه آژانس بحثابی یکیجی کریه شهر و پگدادان نبر هزین هسته و میلیشیای سر سپاه ترکیه بردوامه بحثابی یکیجی کریه که حتی نه دست بسر 5 گندان را گرتنه در انجام تو باران و موشکن هسته سر بارگین لشکری حتی و کلیسه دا 7 کس مرن و 13 کس جبرین دار بون الگور میدیا ترکیه هسته توپان یریش برنه سر بارگین لشکری و هین توپجی نو باجاراندا کتنه وزیر دروی روسی سرگئی لاوروف روز دوشنبه گیشت تحویلی اوش علی مسرور بارزانی سروکی وزیر نریم کردستان و هات پیشوازی کردند. سرگئی لاوروف دم سردان خود بو حولی پایتخت جبلی کمبون آویل گل سروکی حکمتی گل سروکی نریم کردستان هر و دوراجیل گل سروک مسعود بارزانی جویا. لاوروف سروکاتی شانده که بلند یا دیپلماسی و عبوری روسی سردان عراقی کرد. هر چند بریار بود چند روزان عراق ببینه. لیش برکار رفت شو اولکاری سردان خود بروجه کی و همو ویشوی وگریا موسکو وزیر دروی روسی سرگئی لاوروف دوشنبه هفته جمعه پشت سردان خواهی بغداد شالی سرک وزیر حریم کردستان مسرور بارزانی و هات پیشوازی کردند هات را گیاندن که مجارین سرکه ین هفدتن پیوندین سیاسی عبوری و لشکری بود هر وها اگر اپراسیون ترکیه بو سر روجوای کردستان جوین دا هات گوتو بیش کردن حریم کردستان روسیه خودی پیوندین دیروکی و پیزن و دیروکوان پیوندیان بدگره بو سردم یکتیا سوویتی ده چند سالین بهری دا پیوندین نابر هولیر و مسکوی بردوام بر پیز بونه و ده چه سال 2017 دا یکمین رکفتن و گریبست دوار پترول و گاز داد نابر حکمت حریم کردستانی و کامپانی روسنفت یا حکمت دا هات انجام دان گلان 2018 دا شانت کریم کردستانی بسرکتیا سرک وزیر ویدمی و سرک نهایی حریم کردستانی نجیران بارزانی سردان روسیه کرد دوی سردان دا نجیران بارزانی گل سرک روسی ولادیمیر پوتین هفدیتنک بگانی بود دوشنبه ایوار الباجاری حولی سروک مسعود بارزانی پیشوزیر سرگئی لاوروف وزیر دروی روسی و شاندا پیرا کرد کاش میخائیل باگدانوف جگری وزیر دروی و وکیل تایبتی سروک پوتین بورژلات ناوین ماکسیموف بایلوز روسیل عراقی الکساندر کینشچاک برپرس پارا روسلات و باکور آفریقا وزارت دروی روسی دا زلیم خان متصوف اندام دوم یا روسی اولک لیوین کنسول گیشت ی روسی لبلری و هشماره که کارب دستین سیاسی و نونرین کامپانی روسی پیکاتو بکر کمبونه تا وزیر دروی روسی درقا بیوندین دیروکی نبرا گل روسی گل کردستانی رولا مالبت بارزانی تایبت مله مصطفی بارزانی کرکرنا وان بیوندین بلند نرخان وزیر دروی روسیش بلی شروع کردن آرمانجا سردن خو بو عراق حریم کردستان خشالی خارجی راگیان بو باشتر کردن بیوندین نبرا هولیر و بغداد سروک مسعود بارزانی گرمی بخیراتنا وزیر دروی روسی و شاندا پیرا کرد و بیوندین نبرا گل کردستان و گل روسی بیوندی که دیروکی پسند کرد هر و رفش سوریا داوی دوی کمبون ده هر و رفش داوی سوری هاته کتو بیش کردن سروک بارزانی دگرانی خو درباره رفش گل کرد سوری وزیر دروی روسی راگیان دخوشی که روسیا رولا قبلیزه دگر هر بیار او گویتنه که دکارش کتربونا ایش و آزارین گل کرد سوری بگره
باوس اردال اندام فرمانداریا بریارگه ناوند یا هزید پارستنا گل که باسکی چکداری پکیکیه جرادیو که نزیکی پکیکی را آخوی او را گیاند که ترکیه دبیجه ما پکیکی لاواز کریه لیبلی تیوی ویجی بنگه و دیپلوماسی خواه سردش برای پکیکی آواده که باوس اردال دیار کریه که مدام پکیکی لاواز بیه وی دمی چه مد گوتو بیجن گل آمریکا روسیه و آفریقای دا مجرا سرکت به پکیکی مدام پکیکی لاواز بیه میدیو و چه ما شب و روش بحثا پکیکی دکه وی فرمانداری پکیکی دیار کریه که هنک آلید بیجن بلا پکیکی شر را وستینه پکیکی چه ما شر دا دست بکرن و چه ما جوانان دبچیا و گوتیه که پکیکی شر نخوازه لی شر سرتی فرس کرن داویو گوتن خدا اردال دیار کریه شر سر مهاتیه فرس کرن ام نکارن جویه که برهون ام نجارن رومت بافی خواه و مروای خواه بپارزن بردیلو به هرچه به ام نجارن ویه که بکن دریا سور و نزدیکی بنده و جده یا سعودی تقینک نو گمی ایرانی یا و گاستنا پترولی دا چیه بو گور زانیاریان سده ما تقین آگر بلو بیا بشک مزن یا وی تانکی را پترولی یا ایرانی و رجه که زده یا پترولی رجه نو دریایی گور آژانس رویترز زیف کشتی یا کمپانیا نشتیمانی یا پترولی یا ایرانی اوش بر تقین ازراره که مزن گیشته وی کشتیه سروکی آمریکای دونالد ترامپ تویتک نو بلاف کر اورا گیاند سه پشار دل پیشیا مهنه ریکرنا بهزاران لشکرن و سرکفتنا سربازی سپاندنا دوربیچن گرانی نابوری و گیشتی یانجی پیکانینا دیالوگ نابر کردان و ترکیه ده اپراسیون ترکی کروژ چاران بردوان دکش آلی رایا گیشتی یا جیانی و راستی رختن و پروتستون بفرهاتی و سروکی آمریکای جی هلم پا کس با اپراسیون ترکی وخستی جی راستی رختن نخواهی و نافدولتی هاتیه بدارین هیجا او بو وشانا دنگ و بس نفتی که شر چار پرچین کردستانی کردن دیاسپورا هروا نوچین نونتوی جاره کردن دیسل سروی نو نشان امی راستی هبن آمدکار او ریبرو دنگ و بس نویا رادیو تزه بیلاس ترکیه حتی نی وشانا نو بمین نو خیر و خوشی دا